امی هر گپ کمی میزد میگفتم نه امیم راست میگه سلما دروغ میگه. اما حال میفهم فکر میکنم که سلما بجانب از سلما کل گپایش راست است. یه جور کالش بپرس بود دخانشان اگر چیز گیرت آمد نجیبه که تو خرچیت میشه اگر چیز گیرت آمد حقا خونم آخه میبینن که آسنات از سر پس اون سلما که آسنات خیر میشه. اوه یافتم خدا جان شکرت صبر کن لعنتی حال از خانم دوزری شروع کردی؟ چی؟ امیم دوزه که شوی دوزه که حالا آیا نکردی حالا مدی باز پیش طولای ما رو گرفتی؟ چه کنیم قرار البته عروس هم دیگه قدر سالش بلند است جوان نیست دیگه. در مرده که گریان کنه یا عشق به مرده خودت نمیمونه. یکی آجی ملاله همی مادر تا چرا صفیه جان خبر نکردی؟ هیچ خودت تخش نکنی هم خوشحال باش هرچی که با خوشی باشی اونم قدر خوش شدن میری بچه سعی که تا راجبا میبردم اینجا شکل میشه زرک میزد مجگه ها میشد چه خوب چیزه ها. میگه یک مطل از کلانا میگه میفوقت تو مچه مایی بگه چی آدم قصه شد باش سلمر کنا میگه بید ما چی دکم گوش کو برای چی میگم چی به خوبی بیا کراره گرفتی انگشترش گرفتی حالا تو من خوب میفهم من تو خوب نشناسم ماما فردینم تو مختم میکنی که قسم کارا کنم اصلا خوبی خیلی که شاگرد گرفتی اما نه که تو بلای خدا سلما رو ستمکش کردین یک دفعه 30,000 شا بردین طلای شا بردین فرار کرد بچه چوب خدا گرفت صدق خدا نکشید بخی چی برو من میپالم چی رو میپالی؟ میپالم تو رقص زیاده کمار نشستی با خدا تو بخطر نکن اما ایلایم بته با خدا سر نزنی من تو ما بشوری از دختر صدق خدا بیم قفا قبر بند کرد چرا من قفا میرسنی از تو هنوز شدن چی گفت؟ انت قمه چی گفت؟ نه چی گفت؟ اولین آخرین بارت باشه سر خورم دست بلند میکنی دختر خود نیستی نه مریم نیستی فردین نیست خوارم است سعیس دیگه فکر دست بالا میگه یک دفعه متوجه مشکل دمرت کیست داده سا سعیس متوجه حرکات باش متوجه خانه خود گفتم من دفعه اولین آخرین دفعه است که بسیتون گم نشه خانهتون گم نشه فهمیدی ما شما باشه تا شما باشه تا شما باشه گم بشه حتما خودت بکنم دوست بچه‌ت میبری دوست پسر داری میبری نکنم سر اما گپای سر میزنی فهمیدی پیسه ما تو احترام میکنم میگم مامی مستی میبری پت میکنی خودت بابا تو احترام میکنم میگم مامی مستی بود احترامم نمیشه فهمیدی تو کی هستی که اما آخرین دفعه باشه گفتم دفعه سنجیده بزن کارت سنجیده کن بس از کنه خورد میشری دستی که خوشت بابا جیگر خون کنم مادر من جیگر خون کنم بمرم اون نه خب کش دیگه کش تری باش میبری یا میمونه اون شفاخانه را کاش بمونه تو خوش شفاخانه را بیش از مادر طلای مرا بتن
تو آسنات تو میفهمونی آسنات تو میفهمونی اگه ثبوت داری تو آسنات تو میکنی اگر کدام ویدیو گرفتی دیده چه ثبوت است چشمای خدا دیده بودی از بندک دستش میفتی مرا اون ثبوت ما وقت شما دیگه تو مهارت پیدا کردین پس کمک شما رو گیر کنه من ثبوت دارم چشمای خدا خب میگرفتیش میگرفتم باش من او خبر نداشتم وقتی من دیدم میبردی تو دوزی کردی وقتی که نه تو یاد دادیش همه تو یاد دادیش من خب میخوام در چشم تو داخل میشه نه من میپوشم خب میخوام تو یاد دادیش میرین مفروش پیسه میگیری مفروش پیسه میگیری تو میز دانه واز میشه پیسه دانه تو واز میشه سلما یا که گوشت گرفتن دوزی کردن تو را خب بیخیاتشون میپرانن میبرن من ده دفعه گفتم تیاری نمون پیسه دوز بوده طلای من دوزی کردی این دفعه اومدی سر دیگه طلا میگم مال سوار خانه من دوزی میکنی سوار جای من دوزی میکنی مال توش کم سه تا دوز نگیری در خانه تنظار قبلا دقل ابزایی که دوست باشه هیچ کار نمیشه خب کار نمیشه برو کش شما بریم ما چرا بریم شما چه خانه از ما خانه از ما این خانه برای اینجا وقت داری خیلی دوست میکنین پیسه زندگی رو خوشبخت نمی‌سازم. حقیقی جدی معرکت اینجاست. وارا شاق خوشحال نباشه که بیره باشه در جوانه مطلب خدا خبره ندارم خدا خبر کامل دختر اخوای نوستن زیر چشم میفهم خدا پای قدمش خوب کنه بردان دوزی کردیم دیدی ثبوت داری؟ حالا سعی کن دختر تو هم هستی دشمن هستی چی هستی این کار سریال نیست که من برم ثبوت بیارم تلفن بکشم ویدیو رو بگم ثبوت بیارم چشمای خودم ثبوت است من طرف خوار هستم ثبوت بود که دویده آسناتش میدودی حتما دانی آسنات پیشونی حساب کنه سلما آسنات نبودی تو تربیش کردی طرف مثلا میکنه شرم نمیکنه اون تو مادر تو تربیه کرد بچه که مرزا کشید گریخت تو تربیه میتونی تو هم رقم نکنی تربیه مادر خوب تربیه کردی بیاز خوب تربیه کردم حالا کاش مادر من بچه تو رو تربیه میداد نمیمان به تو کما تو مگریخت آسنات رو فرار میکرد آسنات بچه تو بد را کرد آسنات خوب خوار بود بسیار دوست شد از وقت خانه شما اومد دوست شد غر شد باز شد کارای میکنه که در شما ما جگر خون میگیری که مجبور میشه میکاسه سر اما جا تو در گوشش بلبل برای تو خانیم بیازم بقصر ما چیکار میکنیم بیخ چی دیگه ما که خورم چی کردیم شما دشمنی که چی 24 ساعت که میشینید در خورت که بدیم قصهش 24 ساعت که میشینید در گوش خور میگی پیسه جایداد خانه اون بیچاره مجبور میشید بیاد دوزی کنه ما شنیدیم وقتی شنیدیم دفتر میدونیم میگم پیسه چیکاری چی بیازو اما
دلت بخوام تو جمع باشه یک قران از این خانه نمیگیری. یک قران نمیگیریم. تو باید دلت نباشی. خالی ما تلاشی نکنم. با تلاشی میکنم. پیسه برو گرفتی. برو یک دقیقه درست شو. از دوست خانم بون چی تلاشی میگیری؟ بعد مهدی میجم مونده. اما باز اگر دوست نکردی نه بگوش کن. خیلی میشه تلاشی میگم اینجا مونده. می نشد میذاریم. خیلی نشد می. اگر تو چیزی یافتی ما خرج ما جریمه. اگر چیزی نیافتی با چی؟ تو خوار من پیدا که آسنات کجاست؟ شفاخانه رفتم مریض است. من چیم کجا رمانش کردم؟ واسه نال بچی اگه آسنات رایی کرده که بره تلاره بفروشه. من خوامی شفاخانه رفته. شفاخانه زن دیواری بوده کنم شفاخانه گاند دوزی پیدا کردین شما چی یادت اومده؟ شما یاد گرفتی؟ برو حال چی شما چون دلنده حرامیه برو خدا بیرون آسنات نیست آسنات کامت من خودم تصمیم من که تو گپ ندارم من آسنات کامت ما که تو گپ ندارم برگه دی خانه نبین خبرتم کردیم تو با خدایا تو اندر آمدی ناسکا آمدی یه سرما اکشن میکنی دختر باش کنار سونه مسیر خمیر شفاخانه میمن زیر سیروم از وضعیت خراب هستن وی 2000 پرنگ مزیبا کتان چی میکنم فهمیدی تو بانش تو اینجا پیش مونه چرت خرده این بود من میفهمم کتان چی میکنم با خدا گاسیا سنگای بیا وسطون دورک نت مگه بانم همزه هیچ چیز با شما سنت نکرده از این بود باز ببین سلما با خدا چی اگکشن کد آمدی ای مگه تو نمی آمدی نمی قسم یک طرف روی ما برده بود کیسیلی خود در این وضعیتم خنده کن خنده نمی کنم چرا خنده کنم خکشن فیلمی کردی چطور تو فهمیدی؟ چی میماندم که میزدید من دیگه اتاق خودم سرسایتون نشدم من این دروازه را آمدم باز کردم سر رفتم خانهشان تلاشی کنم وقت میاندم کلی از گم بود کلی گرفتم از جای گرفتم باز کردم دیدم که همه جا دست بالا داره ای خدا اینه چی رقم بفهمم میره گفتم آخرین بارش است که این کارم میکنه نه آخرین بار چی مچم دیگه چی پلانا داره خوراک هنوز سر فیلم است و شیطانا رو کلش درس میتن کل کار مانده بود دست بالا کردنش هم شروع شده سبا امروز تو رو میزد سبا مرا دیگه سبا مادر من زورش خو سر تو نمیرسه سر ما بیچاره میرسه تو خو چیز گفتن هم میتونه مرا عاجز گیر کرده عاجز نباش آرزو چند بار برات گفتیم دادم ریاضی عاجز نباش خامیم مستک نمیخوندم مقابل با خود ضرر میرسونی میگم از من که کلام به احترامی چی خاله او با تو احترام میکنه میگه که با نمی بیادرزاده مثلا مردم چقدر بیادرزاده خود دوست داشتنی باشه یه مرسایی کن خدا ما میگم با دشمن آدمی قسم ما رو نصیب نکنه آرزو مادرم بیه چی بگه میشم که همه ما چرا قسم است اینا میامیم در شفاخانه تبدیل شده اگر نمی اصلی مخی قسم نمی باشه بود کلا اینه مدرس پدر مامان تو بود عمه مامان تو 4 دانه بیادر خورد دیگه شرمون تو بود خوب شد برو پارت خدا خلاص راحت که اینا بر انرژی هم گرفتیم خب دسته را گفتم موندی که انرژی گرفتیم دعوا خود گفت دکتر نداد دیگه گفت که نمی انرژی بخوره فشارش پایین رفته بود خوب میشه خوب میشه بخیر بیا آمدین بخیر آمدیم باشتو برو بیا بشین بیا بشین چطور سیال ازدر خوب شدی؟ خوب هستم من انرژی بود شکر اگه آورد دکتر چی گفت بچه؟ یکم فشارش پایین رفته بود دیگه صدام شروع بلند بگی باش که اگه خواست کنم خوب رفته حالیت چرا اصلا میکنم چی حال است بچه میفهمم مچون دخترم یک دفعه میدون کلمتون توقع ما گم شد مشمل بند ما گم شد کلا طلای ما گم شد کلا پیسه ما گم شد گوشت ما گم شد تا چی وقتی که تو اومد بازی زای اولی دای خانه اما قجیگرم خونه بچه ایم که دیگر تو با میگم کاش خدم اینجا پیسه میدش میخونه یک پیدا می که میرفتم یک جا دیگر ترا میشیشتیم تا کدام روز قجنگ چنگوی هم دویدم گل باری دختر خفر کردم این دفعه اولشان نیست دفعه چندم است که دختر لط میخوره از استازی میگه بچه میگه مال تا گوش کم سه تا دوز نگی اولیان ما ترسن مال خوش نمیکن کلا کالا سیاه پوشیدی کلا کالا سفید پوشیدی کلا کالا زرد پوشیدی آر که دویده بودی از پشتش میتید بندش میتید مرک هرکی کس با پای هم دیگر پیدشان بسازه چیستم خفه نشی گفتم از کجا پیدا کنی عروس مقبول و دختر مقبوله نصیب قسمت قلم زده بود نصیب قسمتش که دمو داماد ما بود
خداوندگار میگه تخت ما دادیم بخت خدا بده سیاست رسا آرام باشن. دختر خوب است دختر نه نام خدا جوان مقبول دختر زیبا. پدرش خوب است. ایمی نانی دخترم پیداش کرد. خواه یارم کدام سلام علیکی که پدر ازی داشتن. باز که تازمو گپ زد به خدا دیگه همی پدرش بیادرم ورز به خدا قضیه و دوست دارم خوب فامیل هستن. من خب خوار مهربان بودی تپ تلاشی بودی. همسایه داری که باشد هم دارم خوبی باشد همیشه خوار بله نمیزی روزا هست خالا جان. نه اینال خوار تا خوار سی تا خوار دست پایی که دختر جوان یا خوار دختر اونو به بیادر خود گرفت. مامایم چون خانه تنها بود. بیادرم بسیار خوب بیادر بسیار یک روی خوب میکنه که از خود بیگانه. دیگه نه هیچ خوش نبود هیچ خوش نداشت. که ما زن کنم میگفت نه دیگه نمیشه مرد دیگه تا چی خواهید من خواره کشیدیم زنده باشم نباشم خدا رو دراز بته بیبیاجی من خدا باشه نباشن همین اولادش دورجان سرسبیل یا خودش یا در یک جای گفته در یک جای بخیر خوشتازی بخیر دیگه با نواسی نواسی نمیکنم که بخیر آرزو جان آرزی کنم بیا حالا میره که دیدم دم چشم دخترم استاچد اینم تا دختره که ما مقبول زیبا مثل تو آره او آروز نام تام نمیفهمم سمیرا جان حالا آروز صدایت میکنم قوم خوشش متاسفانه شورانداز هستن. خب سلما مادرم به چی جواب بدم چی بگم میگم یک روز رفتی آرسی کل زندگی و جای گرفتم تبا کردم طلایم دوزی شد هر دفعه که بیچاره یک جای میرم میبینه که یک کت جنجال چی که نشده ای خانه سلما میگم پیش دو روز سه روز است که بشه طلای مقصودیم هم پیسر مزیر تو شک میماندیم در این خانه میماندیم روزا کس طرفش سیل نمیکرد حالا ما در خانه خود امنیت نداریم پیسه خود جای ماندن نمیتونیم جوریس ناجوریس دفعتا تو مریض میشی مادر مریض میشه من مریض میشم از کدام هم صاحب بریم قرض کنیم تا که در بانک برسیم چی کنیم خلاص شد اون رفتم 50-60 هزار پر گرفتم یک دانه کرک انگشتر گرفتم رفت خلاص شد دیگه 1 روپا بر من نمانده او روز 30,000 به من زدن دوزی کردن او دفعه دیگه اون میبینی کل طلا و یارو اولین دفعه بردن او را ازشان حساب نگرفتم 30,000 پر گرفتن ازشان حساب نگرفتم ایره من 100% ازشان پیدا کردن نیست سلام کدی پیسه ما شب روز خود سپری ایره نمیمانم که رقم بگیرن خب اگه ای بار چپ خدا بگیریم سبارز میایم یک دانه توشک قالین جمع کردن میبرن از یا شک نیست بفروشن برن کلان وقتی کار کنن زحمت دستشان در طلا دوزی میرسه این توشک قالین سرشان چیز نیست این خود دروازه را قلب وانو دختر مجبور اینجا رو مگدن قلب بسته کنیم بخی از او را بریم رفت آمد کنیم با خدا گفتم سبارز میایم تلویزیون هم دوزی میکنن میبرن والا شک ندارم حالا قصه که تو برمگه چی شد میگم ماشیم چی قصه کنم این دختر وضعیتش خراب شده وان کم شفاخانه که بخبرم پشتی دیگه گفتم مانو که دقیقه خدا پدم که نگرده و که در زود دوید که من خانه سلاشی میکنم کاموز مره بکشن تی چشما ازی دیگر رقم هست نیاز دستم بیش درد میکنه اسمن تو گرفت تا دستم که تو هم کشان دست داری آمد بالا را پای که پایان پالیت میمود خیلی نپال خانی مره اگر پیداش کنم اینه که در جان سلماش دوید تا که دست واقعا دست جگر من خود کسیلی بالا کم که بزنم که دست متاو تا میاد دستم بیس از شیما نداره میزد سلما رو میزدی آرمیشه میزدی میگفتی بین نزاکت و خانه رو کس تلاش میکنن بیزو بین نزاکت هستن و تربیه فامیلی ندارن بچه اگر ننیش با تربیه میدید سلما دست بالا میکرد دست متاو میداد میزدی آردیش خوب یا قفا یا زور من میرسه بس این تومت بیز تومت خچی دروغ این شکر که بعد تو معلوم شد دیدی خب بچیم نه هر وقت طرفداری شده میکنه خوب میگه 5 دقیقه پیش همین کالسیا داشتم راست نه کالسیا در جان بود دوید دروغ میگن خودم بوده کجا انداخته چی کده ای سلما چند روز گم بود نبوده خودم کجا رفته بود میگه من دیدم در چشمان من بچون دیدم کالسیا در جان بود دوید میدادی ثبوت میگرفتی از پیشش کل خانه رو بچه‌م تلاش کرد هنواری بالا را که پایان نکای و بیکک که از سابقه فردین بودن مکتب که میره دو یگان چیز دکای قلم کتابچه سابقه و بیکاره من باش کار میره او را که همود خالی کنه باشه شما نمونده باشه میرفتی یا اینه میانوری زخانه قمی پیدا نکرد بیای شناختی میکردی ازش بیزه پیدا نکردم بیافتم که بپاله یافتی خونه خوب اگه نیفتی هیچ خیره تشویش نکو من نبودم برو خوشت پالیدن که نیافتن چیزی یه چیز خدا نبود ماما میگفتم که بپاله خدا نبود کجا میره میرم بیرون باشه بچه کجا میری بیرون سلام که اتما کار دارم و یگان چیز بیاریم بخته کنیم گوش نشده
نمش قبل اول جنگ چی کنم؟ سر کو بچه کجا میری کار دارم؟ سلام مادر. میسر کجا میری ور خطا؟ میرم بیرون. بیرو چی میکنی که میری؟ چی کردی بچه؟ چی کردم؟ یادم نیست چند گرفتی چند آوردی چی کردی؟ چیز نکردم چی کردم؟ طلا میگه بجوری. نگرفتیم مادر. او بچه او خدا تو مرا بازی میتی؟ ها؟ تو مرا بازی میتی؟ حالا تو مرا دیدی من جای رفتم چی کردم؟ از ما گفتیم کلانه میگه از ما پیدا شدم من لگیاشتی حالا تو مادر در بازی میتی ما همین پای که نمو تلبانی میفهم که چی گپ است هر کس که برات میگه بد میکنه ما هیچ چیز نگرفتیم مرا تو جان مادر مرا بازی نتی ما تو هم دست هستیم بیا گوش کو اما تو هم دست هستیم این چیه؟ یک دونه چیه؟ خب اما چیز کام است مرا نیست والا دیگه هیچ چیز نیست تو نمود میته اکل کم یکی نمیست خلاص که تردم دخترکم دادم چشم مستاچت که نمیال تو بیبیاجی نارام دخترای مستم که چی بود چرا خدا نکنه هر شاپیرای ننوی میترسم چرا؟ ای تلای تو گب دان است تو گب جوی است که میم خانه سال تا میرفتن ما کدام گب ما برازم جایی که سوزن نره شاپیرای جلدوز تخته میکنه حالا نمو تو که میگی ننو نبوده گشتم زیر زانو بوده بیخی دلکم نارام است حالا پشت نه نخواد دیگه نخواد دخترکایم نارام حالا خود گنگسی نسوار سرش میاد گرمی است شاید کلاپیش در کدام بغل خانه هفته حالا کاش که بفتن نه روز تا روز الفک واره نمو تو میگرده چهار بغل اولیه تا سرگردان سرگردان میگردن نیستو تو حالا کاش که او گنگس خواه کنه 1 ساعت و 2 ساعت نی ما را خواه میته ولی خودش خواه کنه سرگردان گنگس سمیرا جان همه تو مانده دیگه شما بین خود قسم میکنیم به خاطر سک و بچه خندک و ارزانی شوه فریمانی شوه پیشان تتاش نه کم ده افغانستان قیمتی قاطی است که حالا تو بازم پیشان تتاش نه خوش اخلاق هست سمیرا جان که نگه خیلی اخلاق خوب داره ما هم روش رفت آمد زیاد داریم نه ما و مادرم دیگه دمی برو بیا و طرف هم روش زیاد آشنا شدیم بسیار دختری خوب است خیلی مرا خوشم آمد دختر کتی این نامزاد شاور تال شاور شده دیگه نی خوش هستی؟ خوش هستم خاله جان خدا خوشبخت بسازید داره شکر خوش هست خوشبخت میشه انشالله خوشحال باش بعد پیسه نارد آفرین دخترای حالینگن پشت پیسه میگردن نه پشت جوانی میگرد نه پشت پیر میگرد میگه خانه داشته باشه پیسه داشته باشه زندگی سعید داشته باشه پشت پیر و جوان نمیگرد میگه اگر نان داشته باشه نان فوق‌العاده داشته باشه زندگیش دبا همین داماد تو بسیار زندگی کنه همین 5 سال 6 سال بازی چی میکنن نه خاکر دامادم غمای دنیا ریش سفید ساخت شگنی قضایی نیسته گوش کن او دختر یک زن میگرفت که حداقل 50 ساله خو میبود کتش جور میمد داماد دید نباشه 70 ساله آدم است نیست 70 60 است 60 است خو 60 شکر شد 10 سال 20 سال گذران میشه بخواه جرام باز بود میشه جیان بگه زبایده جان بیاک موتی یک دفعه بیرو بگم که گپ میزنم بیا زار کرده ساس کرده چرا نی با اجازه تیبت زن برو با پس میانی یا من تنها میمانی شما تا وقتا قصه کنید داستان الو دختر دلای مرا و کدی مقبولی تو چشمایت معقول است خاله جان خیر خودت در برای عبید است برای عبید دختر مرا برای بچندرت گرفتن پیش کن دروازه چی میگی؟ دروازه رو پیش کن چی میگی؟ پیش میگم چو کالا مردار میشی سبی حالا خدا جوانم ارگت کنم همین کالا از خریدن است که تو خریدی خروار پیسه از پیش بیادرد گرفتی خلطی خدا پر کردی حالا میخردی سعی برش خرید میکردی سعی برش کالا میخردی جز میخردی جورا میخردی مرا خود در بان ما آمدم که دختره که خود گفتم قرار گمش کن حالا تو دمی هر گپ خو میزنم کل دمام نره کرده بازار حالا که نخره خیلی من چی کنم
دیدم هر چیز ملامتم میکنی. خانهشان آمدم گفتم بچه بیا که میریم برات کالا میخرم، بیا از جای صحیح کالای مقبول خوبش. من هیچ کالا نمیپوشم، من میرم یک تکه سیاه برای خود میگیرم. سیاه رو برای چی در جانش میکرد؟ ایره بگو که برای من میگه مرا ملامت نکن. من رفتم خودم کار برش گرفتم و رو مدل رفتی از خونه فروشی خریدی؟ نه حالا خریدیم. رو سرگز میخریدی؟ حالا میال رسم حالا میشه کنم ششتگی کونه است. قشش خورده که ایران بانی. حالا کدام قایت نتیم رفتیم بازار چیز خریدیم خود رفتم ازم دکان گرفتم آوردم. تمام قایت برای من میگرفتی؟ نمیفهم کنه و نوشده. خدا جون مرگت کنه، خدا نیم کلید کنه. تو ده کجاستی؟ تو کجا بودی؟ قوم شهر مرد جای مردم همه شرمانی فهمیدی؟ با خدا از دکان گرفتم. خالتی خودم میخوام. خالته کدام بچه و دختر من میگیره میخوره. خالته میخوره. خیلی نمیخوره. خیلی نمیخوره. نه بابا خیر اردی تا یک جای میشین باز دیگه تو خوشو میشی و عروس میشه دیگه همون رقم میگم مثل دستا زندگی کنم. با من هم سن سالش از تو که شاید که خورد باشه خب با مثل خورا و زندگی کنین دگانا باشین. نه شاید اردیش هم سن سال باشن فرق نمیکنه دیگه. خانه مامایم خانه خوب است، روبایدم بچه خوب است، مامایم نه نمیخوره. خوب میگه مامان خودم میخوره نفتر خودم میخوره. چه او بینی بریده یک معامله بود او بینی بریده زار خورد برگم شو بالا در پست خاک در سرم خدا بگیریت تو قوم شرم سیال شرم در جای بینی افتاده تا بینی تو را میبره که تو قدر صدایت میکشی جان زنیت نمیفهمه دینیم سر صدا یک قسم خونه میشه سلما. مادرم چی شد؟ یک عروسی بود دیگه. مادرم گفت چند روز کاش نمیماندم میرفت. چرا؟ مادر میرفت که نمقدر جنجالا شد. فقط که مادرم میبوده که ازش میترسید. میبود خواهد حداقل من رویه میداد مادرم. نمیل بخیر رقم هستم نیفهمی. سلما تو لای مو طرف گم شد پیسه می طرف گم شد. خیلی چطور کنم من چی بگویم؟ تو خوار قوی مستی. تو کی قسم بگویی؟ من که طرف تو میبینم من واقعا جگرخون میشم. تو با من روحیه بدی که من جگرخون نشم در مقابل از یا قوی باشم از خود دفاع کنم. آرزو کاش که همه میفهمیدی که درد گم شدن پیسه و طلا چیست. میفهمم سلما. بعد زحمت وقتی من میرم کار میکنم کاش یک دفعه از دل من میومدی مرا حس میکردی. سلما میفهمم میرم زحمت میکنم شما چی میکنم مفت یک روپیه خود به کس نمیتم. میان مفت کل از این دو قصیده قد هم طلا رو دوزی میکنن هم پیسه رو دوزی میکنن. چی بگی آدم باز میگه مال توش کم سایت دوز نگه خواهم سای ما خودش دوز است با ثبوت ما گیرش کردیم که هم گوشت دوزی میکنن هم پیسه رو دوزی میکنن هم طلا رو دوزی میکنن. زود تشویش نکو از خاطر مقبا مریم جان دیگه چقدر تشویش نکنم هر طرف بلا در سر ما میاد خیلی چی کنم دیدی سلما تو مطلب بگین انرژی تا بخور که خوب شوی آلیه شو بخور بعد رقم درد نکنم ایره بخور که خوب شوی و سیروم هم زده گالای یکم بخوازی خیلی با هم جمعی شد دیگه تیر شد دیگه خدا هر طرف میری غم است خیمه چی کنم؟ بین دادانه سنگ آرد شده من چی بگویم دیگه؟ در بین شما من چیز گفتم نمیتونم با خدا اگه ما طلای زمو را گرفته باش میش من طرف خانه نمیرم من طرف آل من میگو برو بیار را دیگه نیست با خدا نیست چیزی دیگه با خدا نیست نیست اگه نمیست ما ایران پاس بده برم نیست نکو نیست میگم ما یا خود دیگه چیز نیست با قرآن نیست بعد هر کس گفت پاسش برو اس ما رفتم ما کار دارم چه رقم بچه بودی تو گرفتی و گریختان خب سلما گک تو دست ما را تو دادی روز سرت بیارم که با دنیا آمدن خودت پشیمون شی من چرا به دنیا آمدم با خدا روز سرت بیارم که در مرگت روزیت نکنم اگر بانمته تو دست ما تو دست تو دادن ما بی جزا هیچ وقت نبدوم شاپیره دست تو دادن شاپیره خون قرد کردن از خون قرد کردن که خونش میخورم من میمانمش خوب کردی هر کار کردی خوب کردی اون بچه رفت برد مثلا چی رو برد کره بود چوری بود چی بود برد خداوند تو بچه را خیر نتلا خب برات میگم سلما وقتی که یا گوشت دوزی کردن طلا را میمونن طلا را به فرق میندوزی میکنن پیسه را به فرق میندوزی میکنن میبرن چرا خم جواب میتن گلنی کمیم از بچه همیم از لندغر هستن لچک هستن خلاص خور ما چرا خم به خدا جواب دادن نیستن باز پیشونی به استاد هستن دروغ میگن ما نگرفتیم
من از خوار خود گله دارم، از آسانات کدام خوار؟ نباید میکرد. به خدا خوب طرفش دقیقه میبینم تو دلم دقیقه میسوزه که دوستی. گریان میکنه. یک بار طرف تو سرما میبینم درد دیگر گرفته خون نمیفهم میشه. چی کنم. همین که خیره فکر چند میکنم به دقیقه مادرم آرام فکر باش. میکنم این جواب مادرم چی بودم. خیره اعصابت آرام کو، یک چند دقیقه سر تبان، یک دوا چیز بخور که خوب شوی. توی قسم نکو. سرما درد گرفته توی قسم از پای گفتی خیمو چی کنیم. به ما مادرم فکر کو. سایسته تو برو گلاساو بیار برام که تک پرستمون. بده خورم. چرا سلما جان؟ چی شده؟ چرا گریان میکنی؟ سینه هم تو نکن دیگه بخیر من هم دیگر مخون بکنی نکنه اشکایی تو پاک کنم بخیر خوشبخت میشی به خدا. مامای مادرم خوب است آدم نیک است باز ما پالویت هستیم نقم نکن میشه بگیری مینیشه یکش تو به نظر من خوب معلومش کن دیمش الله بگویا چی بگوی نام صاف گپه نه خب میگم نه یه نفر منال بیاب میشه کدام گپ دیگه نخسته مادر جان بریم نان بکشیم دیگه ببریم که عروس که حال باز کدام گپ دیگه نشه این سر خبر پیسات مگرم خب میگم نه هم یک بوج پیسه رو گرفته کجا برده اون رفته از آشپزخانه سیار آوردی که از گپ کسی نکتون خب نه از گپ کسی بکنی چیزی رو که در چشمت میبینی بس بعدم شد بخیر ما خواست مجبوری کسرا نتلبسیم که انو سرری دخترم سرری نواسایم خاک نریخته حالا تو خو یک 4 نفر خبر میکدی ای بی بیاجی خدا خیر بتا گپ خوب میزنی اما کی را خبر کنی کل گپ گوی کل گم مشکل از قوم ما خبر شوی هیچ خوش نمه فردی او فردی